سلام دوستان، به سینما کیاس خوش اومدید. فیلم امشب در نیمه های شب در بانکوک اتفاق میفته. وقتی مردی زخمی به نام مک از دست پلیس داره فرار میکنه. اون در کوچه‌ای میفته و در حالی که به مرگ خودش میخنده یهو خون ریختش به هوا بلند میشه و موجودی مرموز با شنلی مشکی ظاهر میشه. اون موجود به مک میگه که اگر قول وفاداری بده اون رو زنده نگه میداره. مک ناچار میشه قبول کنه و موجود با قدرتی عجیب اون رو بالا میبره و پیمان رو مهر میکنه. بدن مک میدرخشه و از درد فریاد میکشه. وقتی پلیسا میرسن درب مغازه سوراخ شده و پر از خونه. بعد هرج و مرج شهر رو فرا میگیره. مردم توسط هیولاهای ناشناخته کشته میشن و موجود نقابدار با آرامش نگاه میکنه. در حالی که مردی به نام جک جیغ میزنه. شعله‌های عظیم شهر رو میسوزونن. میفهمیم که اینا همه رویاییه که یک راهب به نام چان دیده. اون فوراً وسایلش رو جمع میکنه و به استادش میگه پدرش جادوگر مردگان به اسم ویچین به زمین برگشته و باید بره تا جلوش رو بگیره. همزمان جک و خانواده‌اش برای تعطیلات دارن وارد بانکوک میشن. اما جک مدام با محل کارش تماس میگیره و همسرش پرنگ اون رو سرزنش میکنه که باید به خانواده‌اش اهمیت بده. جک قول میده که بیشتر اهمیت بده و یهو متوجه میشن که دخترشون لو ناپدید شده. در حالی که با اضطراب شهر رو میگردن اون رو در حال صحبت با چان روی پلی پیدا میکنن. چان چون اسم و چهره جک رو میشناسه اون رو نگهبان دروازه ها خطاب میکنه و بهش هشدار میده که سرنوشتش پر از رنج و از دست دادنه. اما جک فکر میکنه که چان دیوانه است و با خانواده‌اش میره. در مرکز خرید موقعی که پرنگ و لو به سرویس بهداشتی میرن مک وارد مرکز خرید میشه و یهو به یه نفر شلیک میکنه. اون دیوانه‌وار به سوی مردم تیراندازی میکنه. همه با وحشت فرار میکنن و جک با دیدن این صحنه خانواده‌اش رو در دستشویی قایم میکنه و خودش برای کمک به مردم میره. جک با اسلحه‌اش به سوی مک میره و ازش میخواد تسلیم بشه. مک با خونسردی عروسکی خونالود رو بالا میگیره و با لحنی کودکانه از طریق اون با جک حرف میزنه درباره دخترش و بستنی. وقتی جک تهدیدش میکنه مک شلیک میکنه و دختری که در گوشه قایم شده بود رو میکشه. لحظاتی بعد پلیسا و آتش نشانا مرکز خرید رو محاصره میکنن. جک در فرصتی کوتاه شلیک میکنه و مک رو میزنه. اما مک با لبخند از اون تشکر میکنه و میگه حالا آیین کامل شده. نگهبان انتخاب شده و بعد بدنش شعله‌ور میشه و یهو منفجر میشه و شعله ها به هر سو فوران میکنن. در بیرون پرنگ دخترش رو بیرون میکشه و صحنه‌ای جهنمی میبینن. اتوبوس‌ها تصادف میکنن، مردم به هم حمله میکنن، حتی آتش نشانا هم تبدیل به قاتل شدن. اونا ناچار میشن دوباره به داخل مرکز خرید برگردن. در میون راه پرنگ با تیکه‌ای مانکن مردی رو از پا در میاره و با تمام توان از لو دفاع میکنه، ولی دیوانه‌های بیشتری سر میرسن. مادر دختر بالاخره از در پشتی میان بیرون، اما بیرون باز اوضاع جهنمیه. بعد از دویدن‌های زیاد پرنگ و لو موفق میشن توی فروشگاه قایم بشن. تلفن همراه پرنگ کار نمیکنه. بعد اون با احتیاط اطراف رو بررسی میکنه و سعی میکنه با تلفن فروشگاه تماس بگیره، اما اونم خرابه. تو همون لحظه یه مرد دیوونه هیولایی وارد مغازه میشه، چند تا بسته کالا رو پرتاب میکنه و بعد به بدن بیجون روی پیشخون نگاهی میندازه. بعد شروع به جستجو میکنه و لو مجبور میشه آروم حرکت کنه تا دیده نشه. متاسفانه وقتی جسدی از بیرون به شیشه برخورد میکنه لو از ترس نفسش رو با صدای بلند بیرون میده و مرد اون رو پیدا میکنه. درست قبل از اینکه به اون حمله کنه پرنگ از پشت به سرش ضربه میزنه و اون رو بیهوش میکنه. در همین حین جیک و افسر آراد به هوش میان و نمیدونن چطور از انفجار جون سالم به در بردن.
اونا متوجه میشن اطرافشون هیچ جسدی وجود نداره. جک شخصی رو در نزدیکش میبینه، اما وقتی پلک میزنه اون فرد ناپدید میشه. آرات لکه‌هایی از خون پیدا میکنه که به نظر میرسه خیلی قدیمی‌ان. با شنیدن صدایی مشکوک اونا به دنبال منبع صدا میرن و زنی رو میبینن که چاقویی تو دستشه. زن بر میگرده و چهره‌ای هیولایی نشون میده. بعد رو سر آرات میپره و اون رو با ضربات چاقو میکشه. جک به سمتش شلیک میکنه، اما گلوله‌ها اثری نداره و زن به اون حمله میکنه. نبردی شدید میونشون در میگیره و جک بعد از تقلا موفق میشه با ضربه‌ای به سر زن اون رو بیهوش کنه. بعد فرار میکنه و غایب میشه، اما زن به سرعت بهبود پیدا میکنه و دوباره به دنبالش میگرده. در لحظه وحشتناک دست و پای اون دراز میشه و مثل عنکبوت از سقف بالا میره. جک همینطور سعی میکنه پنهان بمونه، اما زن اونو پیدا میکنه و بیرون میکشه. جک تلاش میکنه دوباره به اون شلیک کنه، ولی زن اسلحه‌شو میگیره و میخواد اون رو بکشه. جک در نهایت موفق میشه اون رو عقب بزنه و فرار کنه. اون با عجله خودشو به دستشویی میرسونه، اما خانواده‌اش اونجا نیستن. وقتی بقیه مرکز خرید رو جستجو میکنه متوجه میشه تمام مواد غذایی فاسد شدن. زن دوباره به اون حمله میکنه. بعد جک صندلی رو پرت میکنه و سعی میکنه فرار کنه. زن راهش رو سد میکنه. جک کابل‌هایی رو که از سقف آویزونه میگیره و اون رو میبنده. چند بار به اون ضربه میزنه اما فایده‌ای نداره. بعد اون رو همونجا رها میکنه و میره. پرنگ و لو از فروشگاه بیرون میزنن و به ایستگاه اتوبوس میرسن. اونا سعی میکنن یواشکی رد بشن، اما مردی راهشون رو سد میکنه. پس زیر اتوبوس میخزن تا از دیدش پنهان بمونن. لو متوجه اتوبوسی میشه که افراد سالم در اون با دست براش اشاره میکنن. در فرصت کوتاه به سمت اون اتوبوس میدوئن و سوار میشن. راننده میگه اتوبوس سالمه، اما کلیداش بیرون افتاده و هیچکس جرئت نداره اون رو بیاره. پرنگ بیرون میدوه و با سرعت کلیدا رو بر میداره، اما 2 مرد دیوونه اون رو میکشن. لو در حالی که گریه میکنه دست مادرش رو میگیره ولی نمیتونه نگهش داره. خوشبختانه یکی از مسافرها شجاعانه بیرون میاد و با مردا درگیر میشه. پرنگ رو نجات میده. پرنگ پیش دخترش برمیگرده و کلیدا رو به راننده میده تا اتوبوس حرکت کنه، اما با وحشت میبینه همون مسافر توسط دیوانه‌ها کشته میشه. اتوبوس خیلی جلو نمیره چون جاده با خودروهای رها شده مسدود شده. بعد پرنگ و لو مجبور میشن پیاده ادامه بدن. اونا خودشونو به هتلشون میرسونن. اونجا هم اجسادی روی زمین افتاده. وقتی بالا میرن مردی رو میبینن که با زنی در حال مبارزه است. بعد به سمت اونا میاد. پرنگ با استفاده از چرخ دستی چمدونا به اون حمله میکنه و اونو به زمین میزنه. مرد دیگه ای در انتهای راهرو ظاهر میشه و پرنگ با بطری به سرش میکوبه تا بالاخره با دخترش به اتاقشون میرسن و درو میبندن. از پنجره میبینن کل شهر در آتیش میسوزه. پرنگ تلفن اتاق رو امتحان میکنه، اما اونم از کار افتاده. تو همین زمان جک در مرکز خریده و همه مانیتورها و دستگاه از کار افتادن و میبینه که همون زن دیوونه دوباره آزاد شده. اون به دیواری از خون نزدیک میشه و از میونه اون عبور میکنه. جک هم تصمیم میگیره دنبالش بره. این درگاه خونالود اون رو به ایستگاه اتوبوس میبره. اونجا خالی به نظر میرسه، اما وقتی سرش رو بالا میبره با ناباوری شیطانی غول‌پیکر بالای ساختمان میبینه. هیولا شروع به حرکت میکنه و هر اتوبوسی رو که روش پا میذاره خورد میکنه. جک به سرعت میدوه و هیولا در حالی که ساختمونا رو نابود میکنه اونو تعقیب میکنه. جک وارد کوچه‌ای میشه، اما راهش بسته میشه و پشت سرش همه چیز در حال فرو ریختنه. یهویی دری باز میشه و چون اونو به درون معبد میکشه. چون توضیح میده که اونا الان در واقعیتی دیگه به نام مانع هستن، جایی میون بهشت و جهنم، سرزمین ارواح گم شده. چون میگه جک به اونجا آورده شده تا پاسخگوی اعمالش باشه، چون که با کمک به مک در تکمیل آیین دروازه های جهنم رو باز کرده و شیاطین رو در زمین آزاد کرده. فردی که مک رو فریب داده کسی نبوده جز پدر چان، جادوگر مردگان ویچین. از اونجا که جک دروازه رو باز کرده قدرت بستن اون رو هم داره و همین باعث میشه اون به عنوان نگهبان شناخته بشه.
این سرنوشت از پیش برای اون تعیین شده، چون در شب ماه خونین به دنیا اومده و مادرش هنگام زایمان مرده بوده. جک هنوز چیزی رو درک نمیکنه و تنها به خانواده‌اش فکر میکنه. اما چون بهش یادآوری میکنه که اگر دروازه رو ببنده نه تنها خانواده‌اش بلکه کل جهان رو نجات میده. اونا باید عجله کنن، چون شیطان با هر روحی که میبلعه قوی‌تر میشه. خب تا شیاطین گیتی جدید باز نکردن، کانال منو سابسکرایب کنین. از من گفتن، چون اگر کانال منو ساب نکرده باشین قطعاً جاتون تو جهنمه و روحتون توسط شیاطین در همین دنیا بلعیده میشه. پس تا دیر نشده ساب کن. سپاس فراوان از لطفتون. اول باید مک رو پیدا کنن و در مسیر جستجو چون از گذشته پدرش میگه. ویچین در گذشته راهب تمکاری بود که متون مقدس استادش رو دزدید. این کار باعث شد روحش فاسد بشه و جسم انسانیش از بین بره. در ناامیدی ویچین تلاش کرد با تسخیر بدن پسر خودش جسم تازه‌ای برای خودش بسازه. اما همسرش مراسمش رو متوقف کرد و روح اون از این واقعیت تبعید شد. این تلاش ناموفق برای چون دانشی عظیم در زمینه جذب انرژی روح و سفر میان واقعیت‌ها به جا گذاشت. در همین حین حرفش قطع میشه، چون جین دختری رو روی پشت بوم میبینه که توسط شیطانی در گوشه گیر افتاده. چون به اون هشدار میده که وقت ندارن، اما جیک برای نجات دختر میدوه، چون سعی میکنه دنبالش بره، ولی اون هم با شیطان دیگه ای روبرو میشه. جک با یه میله آهنی به پشت بوم میرسه و با چند شیطان روبرو میشه. اون با حرکات سریع یکی یکی اونا رو از پا در میاره، سراغ دختر میره و متوجه میشه اون یکی از قربانیان حادثه مرکز خریده. دختر با گریه اعتراف میکنه که قبل از مرگ به دوست پسرش خیانت کرده و حالا پشیمونه و به همین دلیل روحش در برزخ گرفتار شده. در همین لحظه شیطان عظیم و جثه دوباره ظاهر میشه و شروع به ویران کردن ساختمون میکنه. جک دختر رو میکشه و فرار میکنه، اما شیطان دختر رو میگیره و میبلعه. بعد از رفتن شیطان جک به چون با اندوه میگه دختر حتی نمیدونست که مرده و زنده نیست. اون یادش میاد که انفجار مرکز خرید خیلی عظیم بوده و نتیجه میگیره خودش هم مرده. چون هم اینو تایید میکنه. جک وقتی به خانواده‌اش فکر میکنه به هم میریزه، چون بهش توضیح میده که روح گم شده چون کارش رو به خانواده‌اش ترجیح داده، اما همه چیز تموم نشده. جک میتونه با استفاده از یک بدن میزبان به زمین برگرده. بعد جک و چون بیرون میزنن. یه شیطان بالدار اونا رو تعقیب میکنه. اونا به سرعت وارد یه ساختمون میشن و اونجا با شیاطین بیشتری روبرو میشن. شیطان تعقیب کننده درست پشت سرشون فرود میاد. وقتی شیاطین به اونا حمله میکنن، چون با استفاده از چوب دستیش و مهارت‌های مبارزات رزمیش اونا رو عقب میزنه و باعث میشه که از دنبال کردنشون دست بردارن. جک و چون به سرعت به طبقه بالا میرن و وارد یه تئاتر میشن که پر از شیطانه. پس هرچه سریعتر میدوئن تا به نقطه‌ای خاص در برابر پرده برسن که چون میتونه یه گیت باز کنه. تنها در چند ثانیه اون دوتا وارد دنیای فیزیکی میشن که شیاطین نمیتونن همینطوری وارد بشن. جک به آینه نگاه میکنه و متوجه میشه که بدن مرده آرات رو تسخیر کرده که باور این براش دردناکه. چون به اون یه اسلحه با گلوله‌های ویژه و یه چاقوی خاص میده که تنها این دوتا وسیله میتونن مک رو بکشن. در همین زمان مک بدن جک رو تسخیر کرده و از اون استفاده میکنه تا وارد اتاق هتل بشه. خانواده نگران اون هستن، اما مک نمیدونه چطور باید با اونا ارتباط برقرار کنه. بعد به بدن واقعیش در آینه نگاهی میندازه. لو مدام سوال پیچش میکنه و مک عروسک سوخته‌ای که از مرکز خرید آورده رو نشونش میده. همون موقع تلفن اتاق زنگ میخوره و مک خوشحال تلفن رو جواب میده و چیزی یادداشت میکنه. وقتی چان و جک وارد اتاق میشن، مک با زن و بچه ناپدید شدن و تنها عروسک باقی مونده. در ادامه چان یادداشتی رو که مک کنار تلفن گذاشته پیدا میکنه، در حالی که جک صدای فریاد کمک لو رو میشنوه. اون از پنجره نگاه میکنه و لو رو کنار استخر میبینه. پس سریع از هتل بیرون میرن.
پرنگ و لو از اون میترسن چون اون رو در قالب آرات میبینن و همین باعث میشه مک از پشت به جیک حمله کنه و اون رو به زمین بزنه. بعد مک جیک رو نگه میداره و با تمسخر به اون میگه که قرار زندگی و خانواده‌اش رو از اون بگیره و بهش میگه که تو پدر بدی و شوهر بی‌مسئولیتی بودی که کارش رو به عزیزانش ترجیح میداده. جیک بهش توهین میکنه و به محض اینکه مک واکنش نشون میده از زیر دستش بیرون میره. نبردی سخت بین اون دوتا شروع میشه و هر دو با مشت و لگد به جون هم میافتن. وقتی جیک قصد داره از اسلحه جادوییش استفاده کنه، مک به سرعت اون رو خلع سلاح میکنه و هر دو داخل استخر میافتن. مبارزه در آب ادامه پیدا میکنه و جیک چاقوی ویژه‌ش رو بیرون میاره، اما درست موقعی که میخواد به مک ضربه بزنه، پرنگ اسلحه رو به سمتشون میگیره و فریاد میزنه که دست نگه دارن. هر دو مرد ادعا میکنن که جیک واقعی هستن و پرنگ نمیدونه چی کار کنه. لو از پدرش درباره جستی که همیشه برای قول دادن انجام میدادن میپرسه و جیک همون حرکت رو در بدن آرات تکرار میکنه. پرنگ شلیک میکنه و متاسفانه گلوله به جیک برخورد میکنه و روح اون به دنیای حد فاصل میره، جایی که یک شیطان روحش رو میبلعه. در دنیای واقعی مک همچنان از بدن جیک استفاده میکنه و اسلحه رو از پرنگ میگیره، در حالی که لو اصرار داره که این پدر واقعیش نیست. یهو دریچه‌ای از خون روی دیوار باز میشه و مک از اونا میخواد که اون رو دنبال کنن. در دنیای حد فاصل چان روح جیک رو نجات میده و یادداشتی که مک در هتل گذاشته رو بهش نشون میده. مشخص میشه که مک با ویچین در ارتباط بوده و اون به مک دستور داده چطور مکان اجرای آیین دروازه جهنم رو پیدا کنه. اون دوتا طبق دستور به جنگلی میرسن که در اون خونه این متروکه با آتیشی عظیم در حال سوختنه، نشونه ای از دروازه جهنم. در دنیای واقعی مک پرنگ و لو رو به همون محل میبره، جایی که گروهی از فرقه گرایان تسخیر شده و غریبه‌ای نقابدار که در واقع ویچینه حضور دارن. جیک و چان با احتیاط نزدیک شدن و قایم میشن چون شیطان بزرگ هنوز آزادانه میچرخه اونجا. چان گیتی تازه باز میکنه. ویچین بدن لو رو در هوا معلق میکنه تا اون رو قربانی کنه و آیینی رو که اون رو به خدا تبدیل میکنه کامل کنه، اما جیک سر میرسه و مانعش میشه. نبردی بزرگ در میگیره. فرقه گرایان به جیک حمله میکنن، اما اون با مهارت‌های رزمی و چاقوی ویژه‌اش تک تک اونا رو از پا در میاره. مک هم وارد نبرد میشه و سعی میکنه با اسلحه جادویی به جیک شلیک کنه، اما پس از چند ضربه خلع سلاح میشه. در حالی که مردا به مبارزه ادامه میدن، پرنگ خودش رو از چنگ یکی از افراد نجات میده و با شلیک به دست ویچین مانع از کشته شدن لو میشه. بعد با یه چاقوی افتاده مهاجم رو از پا در میاره و جیک هم با پرتاب چاقوی خودش مرد دیگه ای رو که قصد حمله داشت میکشه. مک با چاقو چند بار جیک رو زخمی میکنه، اما پرنگ اسلحه رو به سوی همسرش پرتاب میکنه و جیک سرانجام موفق میشه به مک شلیک کنه. روح مک بلافاصله به دنیای حد فاصل فرستاده میشه، جایی که شیطان غولاسا اون رو میبلعه. در همین حین چان مقابل ویچین ظاهر میشه تا حواسش رو پرت کنه و جیک از پشت به اون خنجر میزنه. قبل از مرگ ویچین افشا میکنه که تنها راه بستن دروازه عبور جیک از اونه. چان هم با تأسف میگه که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. جیک با قبول سرنوشتش برای خداحافظی به سراغ خانواده‌اش میره و بابت نبودنش در گذشته عذرخواهی میکنه. اون برای آخرین بار اونا رو بغل میکنه و به داخل دروازه آتشین وارد میشه. با ورودش بدنش در آتش جهنم میسوزه و دروازه برای همیشه بسته میشه. دنیای واقعی دوباره به حالت عادی برمیگرده و پرنگ لو رو پیش مادر بزرگش میبره تا در امان باشه. مدتی بعد زنی ناشناس در برابر دروازه جهنم ظاهر میشه و با قدرتی مرموز اون رو لمس میکنه. اگر تا اینجای ویدیو با من بودین ممنونم. اگر این خلاصه براتون جالب بود حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی از دستتون نره.
تا خلاصه بعدی.